أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر، درس چهاردهم. فنجان پیاله، فناجن پیاله ها. سکر شکر، سکریجة شکردان، شکرگیرک. سکریجات شکردان ها. قهوة قهوه، کافه. شایون چای. بالسکری با شکر. ماذا چی؟ ماذا تفعل چی میکنی؟ لا یفعل نمیکند. هل تفعل آیا میکنی؟ هو یفعل وی میکند، وی مرد میکند. هی تفعل وی میکند، وی زن میکند. انت تفعل تو میکنی، تو مرد میکنی. انتی تفعلین تو میکنی، تو زن میکنی. انا افعل من میکنم، مرد یا زن. من میکنم. این است لغات جدید درس چهاردهم. خب میخوانیم حوار درس چهاردهم را. لی فنجان کبیرون، از من پیاله کلان است. لی از من، لی از یی من. فنجانون پیاله، کبیرون کلان. لی فنجانون کبیرون، از من پیاله کلان است. لک فنجانون صغیرون، از تو پیاله خرد است. لک از تو مرد، که اشاره به سوی مرد است. فنجانون پیاله، صغیرون خرد میده. لک فنجانون صغیرون، از تو پیاله خرد است، پیاله میده است. لمن ذاک الفنجان لهذا الولد، از کی هست آن پیاله؟ از این کودک. لمن از کی هست؟ لی از من کی. لمن از کی است؟ ذاک آن، فنجان پیاله. لهذا لی از، هذا این. لهذا از این، ولد کودک. لمن ذاک الفنجان لهذا الولد، از کی هست آن پیاله؟ از این کودک. هل تشرب الشای بالسکر؟ نعم اشرب. آیا می نوشی چای را با شکر؟ بله می نوشم. هل آیا تشرب می نوشی تو شای چای را بالسکر با شکر؟ نعم بله آره. اشرب می نوشم من. هل تشرب الشای بالسکر؟ نعم اشرب. آیا می نوشی چای را با شکر؟ بله آره می نوشم. هل تشرب القهوة باللبن؟ لا لا اشرب القهوة باللبن. آیا می نوشی قهوه را با شیر؟ نه نمی نوشم قهوه را با شیر. هل آیا تشرب می نوشی قهوه قهوه را، کافه را. باللبن بشیر، باللبن بی با
باللبن بشیر. لا نه، لا اشربو نمی نوشم، لا اشربو نمی نوشم. قهوه قهوه رو، کافه رو. باللبنی با شیر، بشیر. هل تشرب القهوة باللبن؟ لا، لا اشرب القهوة باللبن. آیا می نوشی قهوه را با شیر؟ نه، نمی نوشم قهوه را با شیر. یا فاطمة این انتی؟ انا هنا فی الحجرتی. ای فاطمه کجا هستی تو؟ من اینجا در اتاق. یا ای فاطمه تو نام زن، این کجا هستی؟ در کجا هستی؟ انتی تو زن، انتی اشاره به سوی زن. انا من، هنا اینجا، فیل در، حجرتی حجره اتاق. یا فاطمه تو این انتی؟ انا هنا فی الحجرتی. ای فاطمه کجا هستی تو؟ من اینجا در حجره هستم. ماذا تفعلین فیها؟ اقرأ کتابا عربیا. چی کار میکنی در آنجا؟ میخوانم کتابی عربی را. ماذا چی، چی کار یا چی؟ تفعلین میکنی تو زن، فیها در آنجا، فی در، ها آنجا، فیها در آنجا. اقرأ میخوانم، کتابا کتابی، عربیا عربی را. ماذا تفعلین فیها؟ اقرأ کتابا عربیا. چی کار میکنی در آنجا؟ میخوانم کتابی عربی را. این السکر فی السکریة علی الطاولة. در کجاست شکر؟ در شکردان یا در شکرگیرک، بر بالایی یا در بالایی میزی طعام. این سکرو، این در کجاست، سکرو شکر، فی در، سکریتی شکردان یا شکرگیرک، علا بر بالایی یا در بالایی، طاولتی میزی طعام. این السکر فی السکریة علی الطاولة. در کجاست شکر؟ در شکردان، بر بالای میزی طعام. سعید یشرب الشای. سعید می نوشد چای را. سعید نامی مرد. یشرب می نوشد وی، یشرب می نوشد شای چای را. سعید یشرب الشای. سعید می نوشد چای را. عثمان یأکل الخبز. عثمان می خورد نان را. عثمان نامی مرد، یأکل می خورد، خبز نان را. عثمان یأکل الخبز. عثمان می خورد نان را. من یقرأ فی البیت؟ فاطمه تقرأ. کی هست می خواند در خانه؟ فاطمه می خواند. من کی یا کی هست؟ یقرأ می خواند، فی در، بیتی خانه،
فاطمه نام زن، تقرأ میخواند. من یقرأ فی البیت فاطمه تقرأ. کیست، کی هست میخواند در خانه؟ فاطمه میخواند. این است گفتگوی درس 14. لغات جدیدی درس 14 رو یک بار دیگر تکرار میکنیم. فنجان پیاله، فناجین پیاله ها، سکر شکر، سکریت شکردان، سکریات شکردان ها، قهوه قهوه کافی، شایون چای، بالسکری با شکر. ماذا چی، ماذا تفعل چی میکنی، لا یفعل نمیکند، هل تفعل آیا میکنی، هو یفعل وی میکند مردانه، هی تفعل وی میکند زنانه مؤنث، انت تفعل تو میکنی مذکر، انت تفعلین تو میکنی مؤنث، انا افعل من میکنم مذکر و مؤنث. این است لغات جدیدی درس 14 و در اینجا درس 14 را به پایان میرسانیم. الله یار و مددگارتون باشد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.